نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی مستقیما پیشنهاد شما می شود. امروز 6 ایون است و من شعله گل خواجه اخبار و گزارش‌های مهم را معرفی میکنم. نخست سرخط بعضی از موضوعات. رهبریت بازار سلطان کبیر به تاجران ضرر دیده وعده داده است که قسماً زیان رسیده را برقرار میکنند. 4 روز پیش سوختار در این بازار 21 دکان را از بین برد. انیق تا وقتی که همین رئیس بازار هست در امیجا تا پول وستنید نمیشه یگان دیرم ای خود نمیگیره ای چکت وعده است ولی پول نیم. زنان کشاورز در ختلان شکایت دارند که کارفرمایان چینی حق زحمتشان را پرداخت نمیکنند. یکم چوب پولشون نداده دیمشه می اونجا تام کردیم نداده میتیم که تسول نمیدونم. مهر و رشک در کوچه های عربی برلین. چرا حتی در اروپا نیز مهاجران عرب با هم زبان نمییابند؟ مناسبت با فلسطینیان و لبنانی ها دیگر است. بعضی ها بعد 8 9 10 سال مقام پناهجو گرفتند ولی برای این نباید به پناهجویان نوآمده رشک کنند. با گذشت 4 روز از سوختار در فروشگاه بازار سلطان کبیر تا به حال مبلغ عمومی زیان صاحبکاران اعلان نشده است. هرچند خودی تاجران در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در این سوختار $10,000 ضرر دیدند. مبلغی که به گفته صاحبکاران قرض بانکی بود و همراه با اشیاء دکانهایشان سوخت. امروز رئیس بازار سلطان کبیر برای شنیدن عرض تاجران ضرر دیده با آنها ملاقات کرد. رهبریت بازار سلطان کبیر به صاحبکاران ضرر دیده گفتند قسماً ضرر رسیده را برقرار میکنند. روز 6 ایون بعد از 4 روز سوختار عوضخان کبیرov صاحب بازار مذکور با 21 صاحبکاری که دکانهایشان به کام آتش رفت واخورد. با این مجلس خبرنگاران راه نیافتند. تاجرانی که دکانهایشان به کام آتش رفت بعد از انجام مجلس گفتند که به آنها وعده آزاد کردن از انداز و تعمیر 100% دکانهایشان را دادند. مغازین ها را ریمون میکنن میتن او شرب یگان فایز یاردم میکنن نقص ایشم نقص دستگیری خیلی او 100% هیچ که یاردم کردن نمیتونه که یگان مقامات زور چند سال تا 5 سال 10 سال تا وقتی که این بازار فعالیت داره انیق تا وقتی که همین رئیس بازار هست در امیجا تا پول وستنید نمیشه یگان دیرم ای خود نمیگیره ای چکت ای یگان چی بازار امتیانی بازار یگان سو نمیگیره. رهبریت بازار بعد از انجام ملاقات با صاحبکاران از شرح موضوع خودداری کردند. حالا مشخص نشده است که در سوختار بازار صاحبکاران چقدر ضرر دیدند. چند صاحبکاری که با ما صحبت داشت میگویند از 100 تا 400 هزار سومانی مال و محصولاتشان به کام آتش رفته است. بعض یگان 10% تقریبا قسمان سوختگی بودند و اما را برآورده تونستیم دیگر روشن. اکثر تاجرانی که در آتش سوزی ضرر دیدند میگویند مال و دکانهایشان سوغورته نشده بود تا توانند ضرر رسیده را قسما هم باشد جبران کنند. در سوختار شب 2 ایون آشیانه یکم و قسمت دومی بازار سلطان کبیر ضرر دید که آنجا 21 دکان بوده است. سبب اولیه سوختار و مقامات رسش ناقل‌های برق تخمین میکنند. در این بینای بازار مال و محصولات روزگار به مثل یخدان و رخت خواب، قندیل و تکنیکای معیشی فروخته میشد. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوع جهانی. پرزیدنت فرانسه در مسئله ایران از احتمال سر زدن نیزا هشدار داده است. نگرانی ایمانوئل ماکرون در حالی است که ایران اعلان نمود اگر سوزش هسته‌ای سال 2015 بکار شود به غنیسازی دوباره اورانیوم شروع خواهد کرد. جزئیات بیشتر از کیومرسیاتا. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون از احتمال سر زدن نیزا بعد اعلان از سرگیری برنامه‌های غنیسازی اوران از جانب ایران هشدار داد. در یک نشست خبری مشترکش با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شام 5 ایون در پاریس، ماکرون از همه جانب‌ها دعوت کرد که وضع را معتدل نگاه دارند و نگذارند که ماجرا توسعه یافته باعث سر زدن نیزا شود. وی گفت تصمیم ایران برای توسعه زیربنای هسته‌ایش سازش هسته‌ای سال 2015 را نقض نمی‌کند. این سازشنامه که زیرش امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و خود ایران امضا کرده بودند، ایران را از تحریم‌های اقتصادی رها کرده بر عوض ختم فعالیت‌های هسته‌ای را تقاضا می‌کند. هفته روان ایران آژانس نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد را آگاه کرد که در صورت پاشخوری سازش سال 2015 این کشور به غنیسازی دوباره اورانیوم شروع می‌کند.
از برخی حرفهای بعضی از دولت‌های اروپایی اینجور برمیاد که اینها توقع دارن ملت ایران هم تحریم‌ها رو تحمل کنه، با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کنه و هم از فعالیت هسته‌ای خود که نیاز قطعی آینده کشور است دست بکشه و همین محدودیت‌هایی رو که بر او تحمیل کرده‌اند این محدودیت‌ها رو ادامه بده. من به این دولت‌ها میگم بدانند که این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد. سروزیر اسرائیل میگوید که اظهارات اخیر ایران او را به تعجب نآورد. ما اجازت نمیدهیم که ایران سلاح هسته‌ای به دست آورد. در ملاقات پاریس پرزیدنت فرانسه گفت که با وجود وعده‌های پایبند بودن به این سازش از جانب اروپا، اعلان اخیر ایران نشان می‌دهد که خطر بیکار شدن سازشنامه بیشتر می‌شود. ماکرون گفت این حالت بیانگر آن است که وقت طرف این سازش را به طور یکجانبه ترک می‌کند، جانب دیگر برای ادای احترام به این سند دیگر دلگرم نمی‌شود. اشاره امانوئل ماکرون به تصمیم پرزیدنت دونالد ترامپ بود که ماه اپریل گفت امریکا از سازش هسته‌ای بیرون می شود. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در ولایت خاتلون در یکی از گرمترین منطقه تاجیکستان 10 زن در زمین‌های اجاره چینی کار می‌کنند. اما این زنان میگویند با وجود مهنت سنگین از کارفرمای خارجیشان حق حلال زحمتشان را گرفتن نمی‌توانند. یگانه امید کشاورزان حالا به مقامات نویه است که به دادشان برسند. تفصیلات بیشتر از براد یوسفی. даҳо зани кишоварзи кироякор аз ноҳияи дӯстии вилояти хатлон шикоят доранд ки масъулони чиноии ширкати муштараки чунтаи хатлон ҳаққи заҳмати думоҳаи онҳоро надодаанд. онҳо ба сармоягузорони чиноӣ ки заминҳои кишти маҳалли сукунаташонро ба иҷора гирифтаанд қарордоди шифоҳӣ доранд ва бояд барои пок кардани ҳар як гектар замини пахта аз алаф 180 сомонӣ пардохт кунанд. Якум човға пулшоле надоде, димше ми уже там кудим надоде. میتونم گفتم نمیدونم. زنهای کشاورزی کیرویاکار میگویند اگر کارفرماهای چینایی حق کار آنها را پرداخت نکنند در پنبازار دیگر کار نخواهند کرد. رهبر محلی خواجگی کشاورزی که مسئول نگاهبینی 52 گکتار پنبازار است تلاش‌های به مراتب خود برای دریافت حق زنهای کشاورز را به نتیجه عنوان کرد. وقتی خطاب وعده کرده بود اینم پولیاکو 15 گکتار همرا تمام کو پولش بگی. ایرا تمام کردم اوش تمام کردم خیلی 10 جوک وجود موندگه اینا 11 گکتارم تیار نمیتونم ولی پولا گرفتگی نیستم. کشاورزان محلی میگویند تنها از یک خواجگی پنبه‌پرور که 52 گکتار زمین دارد این شرکت برای 2 دوره کارکرد کشتار حدود 20,000 سومانی قرضدار است. طول 3 سال است که زمین‌های کشت پنبه‌دانه در جماعت 20 سالگی استقلالیت و 2 جماعت دیگر در ناحیه دوستی را به شرکت مشترک چونتای خاتلون اجاره دادند. مقامات محلی میگویند این شرکت کارفرما در مورد پرداخت مزد کار مهنتی کارگران محلی حق تأخیر ندارند. امروز در یک جایگی جمهوری خلقی خطای شرکت چونتای خاتلون سینسلو در اساس شهرنامه طرفین 2514 گکتار زمین یعنی در اساس شهرنامه و اختیار آنها یعنی داده شده است مادامی که شهرنامه بین کارگر بین اجاره‌کار بین شرکت بسته شده است آنها با این کار هیچگاه مانعگی کردن نمیتوانند. اجاره‌کاران چینایی سبب تأخیر در پرداخت مزد مهنت کارگران کرایه محلی را شرح ندادند و از صحبت هم خودداری کردند. ساکنان محلی که قبلا در این کشور اجاره‌کار بودند اکنون کرایه‌کار شدند. اکثر کلی مردان محلی از بیکاری به روسیه و مردکاری رفتند و زنهای محلی که جای کار و منابع دیگری درآمد ندارند مجبورند با چنین حق الزحمت ناچیز در هوای گرم طاقت فرسای منطقه پرورش پنبه اجاره‌کاران را تحمل کنند. از ولایت خاتلون به دوشنبه رو می‌آوریم که در اینجا هم بحث قرضداری بوده است. یک صورتگیری معروف تاجیکستان از پالاتای سودا و صنعت کشور تقاضا دارد که برای نمایش به اجازه صورت‌هایش هزارها سومانی تاوان پردازد. انتظار می‌رود مرافعه در این زمینه روزهای نزدیک در دادگاه نویای شومنصوری دوشنبه برگزار شود. سرنوزی روح‌الله با جانب‌های بحث صحبت داشت. گنادی راتوشенکو با بحث دادگاهی آماده می‌شود. 4 سال است می‌خواهد از پالاتای سودا و صنعت حق مؤلفیش را بگیرد.
عکس و لوحه‌های آماده نموده من را به نمایش گذاشتند. وقتی حق قلم را طلب کردم گفتند این چاره‌بینی به ما دخل ندارد. گپ در باره نمایشگاه می رود که پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان از 28 ایون تا 3 ایول در مسکو بخشیده به 20 سالگی اتحاد دولت‌های مستقل برگزار کرده است. راتوشенکو میگوید بیش از 100 عکسش را با عهد لفظی برای استفاده در این نمایشگاه داده است، اما حق مؤلفی او را نپرداختند. این عکس بردار از پالاتای سودا و صنعت 140,000 سومونی جبران می‌خواهد، در حالی که قبلا 40,000 سومونی حق قلم طلب کرده بود. دوام این 4 سال آنها حق قلم من را جبران نکردند. با نظرداشت ایندکساسیون مزد مهنت کارمندان ساحه فرهنگ جمهوری تاجیکستان در حجم 20%، مبلغ شرطنامه مؤلفی از روی فرمایش مذکور عین زمان 40,984 سومانی را تشکیل می‌دهد. این صورتگیر در دست شرطنامه همکاری دو جانبه با پالاتای سودا و صنعت را دارد، اما بدون امضای رهبری این اداره. در پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند عکس‌های راتوشنکو را آنها نگرفتند. این صورتگیر می‌تواند از نهادهایی که در این نمایشگاه عکس‌های او را استفاده کردند حق قلم ستاند. در تاجیکستان بحث حق مؤلفی موضوع نو نیست. در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفتند از قضیه این عکسبردار آگاهند. البته باید روزگی مؤلفی اثر گرفته شود. در اینجا فرق ندارد که شرطنامه بود یا نیست. گنادی راتوشنکو میگوید در دادگاه پیروز می شود و پیروزی او پیروزی دهها افراد ایجادکاری خواهد بود که مالکیت ذهنیشان بدون اجازت و رعایت قانونها استفاده می شود. و حالا سیر میکنیم با یک کوچه عرب نشین در برلین که سالهای طولانی گوشه ساکت بود ولی حالا با یک از مکانهای سرودن و پرغوغا تبدیل شده است. در این باره تایر سفر معلومات میدهد. با ما بارها گفتند که به شما زود مقام پناهندگی دادند. شما کار میکنید. خدا را شکر گوید. ما شکر میکنیم، اما چرا این را به ما میگوید؟ ما هم مثل شما به اینجا به حیث پناهجو آمدیم. عمر قاسم مالک الدمشقی معروفترین رستوران در کوچه سانن علی در برلین است که آن را کوچه عرب ها می نامند. رستوران رمزی محبت و هم ناباوری بین جامعه عرب هاست که 10 سالها اینجا زندگی کردند و رمزی پیشرفت برای پناهجویان سوریه به مثل قصاب سابق عمر که از دمشق آمده است. آنهایی که از قبل آمدند به این نظرند که حکومت آلمان به پناهجویان سوریه مناسبتی خاص و بهتر دارد. پیش از آن که اینجا کوچه عرب ها نام بگیرد بیروت خرد عنوان داشت. کوچه آرام با مغازه های لبنانی و فلسطینی بود. آنها طوری رفتار میکنند که گویا آنها بومی باشند و ما پناهجو. البته نه همه آنها. حاجی با ما مثل پسرانش رفتار میکند. حاجی منصور اعظم رزمنده سابق فلسطینی است که سالهای 90 به آلمان آمده است. حالا یک آشتیگری بین دو طرف است. وقتی عمر سال 2016 رستوران باز کرد، گروه‌های جنایی عربی برای حمایت از او پول خواستند. حاجی منصور به میان درآمد، برایش جای نو یافت و شریکش شد. به سبب جنگ جدی در سوریه به مردم آن مناسبت دیگر است. به بعضی ها در 3 سال مقام پناهجو دادند، به دیگران کمک های بشری. این یک چیزی معمولی است. مناسبت با فلسطینیان و لبنانی ها دیگر است. بعضی ها بعد 8، 9، 10 سال مقام پناهجو گرفتند. ولی برای این نباید به پناهجویان نوآمده رشک کنند. حالا حاجی منصور کمیته مالکان مغازه ها را تأسیس داده است تا از این راه در حل بحث ها و به هم آوردن پناهجویان مساعدت کند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبرگزاری‌های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیز شما میتونید از اونجا نوارها را تماشا کنید. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.